سلام سلام قشنگا، چطورین؟ خوبین؟ حالتون خوبه؟ خیلی خیلی خوش اومدید. بریم سریع به ویدیو نگاه کنیم. اصلا دیالوگ اینا من از دیالوگش زیاد چیز این بود ندارد بدبختی ما و واه. البته به نفع هر کی زودتر ببینه، چون اون جای قطعه هنرمندان الان پر شده، هر کی زودتر بره بهتره. چی میگین؟ واقعا چی میگین؟ خیلی باحال اینجا که آقایون این فصل. اجازه بده من اول مادر خانومم نشسته. چی داری میگی؟ مادر خانوم من اینجام شما رو کول میکنم عزیزمی میبرم تا دم ده، بعد همه جوابا رو من میگم. قربون دهنت این برم. همه سال چجوری اینو تحمل کردین؟ نه این چاره ای نداشتین ها؟ نه جون خودت جون بچه ها، چون که آقا رضا واقعا یه جوون یه مردی، یعنی انسان با ثبات با کمال دیگه. من چی ازش چرا اینا رو تو این همه سال من ندیدم؟ به شما نشون نداده آقای مدیری. بهزاد شیرازیان پسر باجناق ما هستن. بهزاد شیرازیان هستم، 39 ساله، خوش اومدی. مجرد و فوق‌العاده خوش اخلاق. خیلی امید دارین به این برنامه. خوش اخلاق و مجرد و 36 سال، مهربون و 39 ساله، قد بلند و ماشاءالله 190. دیگه اصلا آقا اجازه میدین من خودم شما رو بگیرم؟ چیکار اصلا این رفیق سیبیلمون اومد گفت روز دختره، برای پارتنرم یه آیفون 14 گرفتم، موهام خفن کن برم پیش. ترجیحاً کراپ مالت رو بهش پیشنهاد دادم که هزینه این مدلمون میشد 1.5. استرس داشت که داداش نکنه این موقع پارتنرم بعدش بیاد. گفتم بابا یه کاری میکنم که 14 پرو مکس رو نبینه خودت کادو باشه. اومدم جلو موهاشو کراپ کردم، از تکنیک آورکام و از تکنیک استیبل هم استفاده کردم و یه تکنیک گریجویشن تو سقف سر ساخت. اینجا اومدم فید. چرا هرچی میره جلوتر داره بدتر میشه؟ من هنوز امید دارم به آخره. تمپل رو هم براش انتخاب کردم چون فید تمپل تو این مدل خیلی به چشم میاد. خیلی استرس اینو داشت که نکنه خوشش نیاد یا نه. انتهای کارشو که دید بچا برگاش ریخت. به نظر من که شبیه گنگسترهای کالیفرنیا شد. به نظر شما شبیه کیا شد؟ به نظر شما دوست دخترش خوشش میاد؟ راستی بچا تو کلاس ما شبیه خروس گاگل بزن شده. داداش آیفون 14 رو میگیره از اون باید کات میکنه و اون چیه بغلش گذاشتی باد بزنه. با بهترین نحوه انتقال میتونید آرایشگری مدرن رو و هیرکات، شیکسازی، فید رو به صورت حرفه‌ای یاد بگیرید. عزیزان من میخوام یه چیزی به روش شما یاد بدم. بفرمایید. به شرایطتون احترام بذارین، مثلا حرفشاتون گوش کنین که مثلا شما رو مثلا نندازد مثلا بیرون، آرایش کنین، به خودتون برسین. واقعا چرا خودت آرایش نداری؟ من نمیگه آرایش کن به خودت برس. خب الان من نباید داشته باشه آرایش و اینا. بعدش مثلا دست بندازین رو تو آشپزخونه برین با اتکلون بزنین، آرایش کنین، بعد شرایطتون باتون احترام بذاره، باتون خوب باشه. قشنگ معلومه دارم آره. بهش میرسونن. من روبی خانم هستم، داریم میریم کیش. تو ماشین نشستم داریم میریم کیش با دوستم. بریم 4-5 روزه برگردیم. بالا میسته شمه قربان بشا. روبی خانم داریم میری کیش. بالا واکنش من وقتی یکی بهم میگه چرا نمیری تو رابطه. کس که من حوصله دارم. کثافت. لجن. دختر پسرای ایرانی اینطوری که بعد از کات کردن بیشتر آمار همو دارن تا وقتی که با هم بودن. راست میگه، کات میکنین قشنگ آمار دقیق کجا رفت، با کی رفت، چیکار کرد، الان کجاست، الان داره چیکار میکنه، همه رو داره. خب مرض دارین؟ موقعی که تو رابطه هم هستین اینجوری باشید دیگه. اها. این که با بر بچهای تیم بسکتبال بودی 2 متر خورده بودن اونا. امورشی فرودگاه یکشون منو دیده تو اینا خیلی از نظر فرهنگی بابا پایین بود، من انتظار نداشتم. رشید یعنی زمینه خیلی بد حرف میزد. خب ما هم داشتیم میرفتیم اجرا با گروه باید با هم من حل نذاشتم اینجوری. رشید یعنی زمینم یه سوال دارم. به چایی گفتن آقا برو ایول کن نیست، برو جوابشو بده. اومدم گفتم بله
خب میگه اما چرا تو قدت کوتاه بابا چی درست کرده؟ گفتم منو که میبینی ها وقتی بابام درستم کرد دست تنها بود ولی شما دو سه تا کمکی داشتیم. چه حرفی زده واو. اگه سرنوشت ما رو تو ننوشتی فدات شم، خب چرا ما بعد اینکه میریم اون دنیا دوباره سوال جواب میکنی؟ خب خودت نوشتی دا. اصلا ما به اینم راضی نبودیم. خب ما رو از اینجا میفرستادیم ما میرفتیم جهنم. والله خودت مینویسی، خودت هم ما رو میمیرونی بعد میبری اون دنیا سوال جواب میکنی میفرستی جهنم. نمیشه که آخه. سربازی رفتی؟ نه من معاف شدم. چرا؟ تک پدری. تک فرزند بقیه مگه چند پدر؟ خیلی باحال عمو رشید. وای عمو رشید یه دونه است. گفتن آقای ایزدی تو باید اگه میخوای قدت بلند شد برو والیبال. من رفتم یه ماه هم والیبال تمرین کردم. مربی اخراجم. چرا عزیز دلم؟ گفت چرا آبشارت از زیری تور میزنی؟ قدش زیر تور بوده. وای جانو خالی رفته بودیم زیارت آقا علی ابن موسی رضا. من خوشباله. یه گوشه وایساده بودم داشتم زیارت بخوندم دیدم یکی گفت آقا رشید. نگاه کردم دیدم به خادم امام رضاست. خوشحال شدم ایشون منو شناخت ولی نگاهش کردم دیدم صورتش اونور کرده اصلا توجهی به من نکرد. من دوباره ادامه زیارت رو داشتم میخوندم دیدم باز گفت آقا رشید. دوباره نگاهش کردم دیدم این دفعه صورتش اینور کرد. ناراحت شدم. آیساده گفتم چرا باید یه خادم امام رضا یه ظاهره بذاره سری کار. رفتم بهش گفتم آقا ببخشید چرا اسم منه که صدا میزنی من نگاه میکنم چرا رو اونور میکنی؟ گفت من چی گفتم؟ گفتم تو داری میگی آقا رشید. من کی گفتم آقا رشید؟ من دارم به مردم میگم آقا رشید. اب نداره عمو رشید قهوه‌ای هم رنگ خدا. اول معلم کلاس اول بودم. اول دبستان. یه چند سال خب کلاس اول تدریس میکردم. معلمه؟ هر سالم 100% قبولی میدادم و اکثرا اینایی که بچه‌هایی که من درسشون میدادم الان میبینمشون بزرگ شدن اکثرا یا معتادن یا تو زندان. چجور درسی بهشون دادی؟ شاهرخ شاهرخ تو رو به خدا ما رو نخندون. شاهرخ من عمو رشید رو بخندونم آخه چه حرفیه؟ بیچاره شاهرخ. والی موقع که میخوان کباب کنید بهش نمک نباید بزنی. چرا؟ نمیدونید؟ چون مرغ زیر بالش عرق میکنه دا شورش همیشه. چندش فشارت رو میرد بالا. واسه عمو